خب دوستان، مبحث رو ادامه بدیم. فقط اگر مطالب و ویدیوهای قبلی رو ندیدین لطفاً اونا رو ببینید که در ادامه میخوایم چیزایی که مطرح بکنیم واقعا نیازه که اونها رو بلد باشیم. خب تا اینجا یاد گرفتیم که ساختار تکاملی مغز به کدومشون قوی تره، کدومشون به لحاظ تکاملی قدیمی تره و در واقع قانون ریش سفیدی رو یاد گرفتیم و اینکه اون ساختاری که قدیمی تره چون قدرتش بیشتره ممکنه بتونه اون ساختارهای ضعیفتر رو وتو بکنه و تحت تاثیر قرار بده و نذاره اونها اون کار اصلی و کار اصلی خودشون رو بتونن به صورت درست انجام بدن. خب در مورد مدیتیشن هم که صحبت کردیم، حالا بیایم سراغ یک سری از سوالاتی که اینا واقعا سوالات عمیقی هستن و من از شما خواهش میکنم که لطفاً با دقت به سوالات گوش کنید و بعداً این سوالات رو از خودتون بپرسید و سعی کنید که مغز خودتون رو درگیر بکنید و ببینید که این سوالات آیا میتونن افقای بهتری تو ذهنیت ما تشکیل بدن یا یه سری از مواردی که برای ما انگار مثل یک گره است ما توش قفل شدیم میتونن ما رو تحریک کنن که به یه مسیر بهتری برسیم یا نه. خب ساختار مغزی رو مد نظر داشته باشیم، هر سوالی که پرسیدیم بیایم به اون ربطش بدیم. خب ما گفتیم که اصولاً اون ساختار ترس، خشم و اون حالتهای تکانه‌ای آگاهی و انتخاب آگاهانه ما رو که توسط نوکورتکس اتفاق میفته رو وتو میکنن و تحت تاثیر خودشون قرار میدن. خب حالا آیا شما دین، مذهب، ایدئولوژی و باورهای خودتون رو میتونید ادعا بکنید که به صورت آزادانه و آگاهانه انتخاب کردید یا این مطلب نمیتونه درست باشه؟ در جایی که شما چیزایی مثل ترس داشتید، ترس مثل شما اگر در واقع وقتی میگی من این چیز رو انتخاب کردم یعنی یه گزینه دیگه‌اش اینه که شما میتونستید اون چیز رو انتخاب نکنید و گزینه‌های دیگر انتخاب بکنید، ولی آیا اون ترسه برای شما این اجازه رو میداده؟ شما اگر از اون دسته، از اون قبیله‌ای که درش وجود داشتید میخواستید جدا بشید، در واقع اگر اون چیزها رو که اونا انتخاب کردن شما انتخاب نمی کردید اونا شما رو شاید ریجکت میکردن و شما باید از دسته اونا جدا میشدید و این به لحاظ زندگی غیر از این که مشکل برای شما درست میکنه، به لحاظ تکاملی شما یک پستاندار اجتماعی هستید و برای یک پستاندار اجتماعی جدا شدن از گروه، دسته و قبیله یعنی مرگ و فنا. پس آیا شما توی انتخابای خودتون، انتخاب دین، مذهب، ایدئولوژی و باورهاتون واقعا آزاد بودید که انتخاب بکنید یا آزادی انتخاب نداشتید؟ به علاوه ترس های دیگه هم وجود داشته، مثلا توی چیزهای دینی مذهبی شما رو از مواردی مثل فشار قبر، مرگ، جهنم، از چیزهای اینجوری میترسوندن. آیا اون ترس ها جلوی شما رو میگرفته برای اینکه فکر بکنید و بتونید آزادانه انتخاب بکنید یا با وجود این ترس ها انتخاب آزاد برای شما وجود داشته یا وجود نداشته؟ به علاوه ترس های دیگه هم شما داشتید، در واقع اون باورها برای شما معنای زندگی رو درست میکرده و در واقع از دست دادن اون معنای زندگی خودش ترس بزرگی میتونه برای شما ایجاد بکنه. پس در کل آیا انتخاب آزادی وجود داشته یا وجود نداشته؟ و آیا بعضی از افراد مثلا میبینن یک سری افراد دیگه یک سری باورهای مثلا خرافی دارن و نمیتونن اون باورها رو بپذیرن که باورشون اشتباهه و اونها رو اصلاح بکنن و اون افرادی که این باورهای خرافی رو ندارن، اون افرادی که این باورها رو دارن ممکنه مسخره بکنن یا
فکر کنن که این افراد ترسو یا ضعیفی هستن. بعد سوالی که وجود داره اینه که آیا شما که اون باورهای خرافی رو نداری و در مورد این افراد داری صحبت میکنی، شرایط یکسانی با این افراد داشتی، ترس هایی که اینا داشتن یا دارن و اون تغییر نیازمند اینه که اون افراد با این ترس ها مواجه بشن، اون شرایط برای شما وجود داشته یا نداشته، یا شما توی شرایطی بودی که خیلی راحت اون ترس ها رو باش مواجه شدی، یا اینکه شاید اصلا اون ترس ها رو نداشتی. پس قاعدتا آدم ها توی شرایط یکسانی نیستن و نمیتونن اون گذاری که براشون اتفاق بیفته و بتونن باورهای اشتباهشون رو اصلاح بکنن قاعدتا ممکنه یکسان نباشه. و این سوال رو عمیق‌تر بکنیم، آیا اصولاً انتخاب آزاد، اختیار و گزینش آگاهانه در انسان‌ها وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا انسان‌ها اونطور که خودشون فکر میکنن انقدر آزاد و مختار و آزاد در تصمیم گیری هستن، یا شرایط محیطی، فرایندهای ذهنی و مغزی و چیزهای روانی اجتماعی چیزهای اونا رو تحت شعاع قرار میده و براشون مشخص میکنه؟ و این یکی از بزرگترین سوالاتیه که علوم اعصاب امروزه باهاش درگیر هست و داره اطلاعات جدید و خیلی عمیقی پیدا میشه که روز به روز شک ما در این که واقعا آیا ما انتخاب آزاد و اختیار داریم زیر سوال میبره که جای بحث‌های خیلی عمیقی توش وجود داره و اگر شما دوست داشته باشید میتونید مطالبش رو دنبال بکنید.